فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که نظر بر مجاز کرد. کسی که نظر به دنیا کرد اونجا شرمنده میشه، خجالت میشه. ما برای دنیا یک قدر زحمت کردم، کوشش کردم، روز تا بگاه کار کردم، از گپ گوش نمیکنم. از اسلام، از قرآن استفاده نکردم، برای پیست آمریکا را دویدم. این حالی دست خالی و لزالی روی سیاه حیران سرگردان. برای آخرت چرا کار نکردم؟ چرا عقیده و ایمان خود درست نکردم؟ چرا آخرت خود آباد نکردم که دنیا را آباد کردم؟ دنیا آباد کردن در خرابی آخرت است. 4 منزله 5 منزله جور کردن برای آخرت لگد میزنه، آخرت خراب میکنه. که 4 منزله بری چی جور کردی؟ تو خو اینجا دائم نیستی، این کانکریتی رو جور کردی، صبح دیگه صبح اینجا فوج میکنی. مومن در دنیا مثل محبس است، مثل بندی خانه است. هر ساعت میگه کاش که زودتر از اینجا فوج کنم، از این محبس آزاد شوم. در مزار یک قیردار، یک ملک 2 سال بندی شده بود زمان ترکی. از بندی خانه آزاد شد، رفتیم در دیدنش. و ما در بندی خانه هر ساعت ختم بگی دعا کن که از این بندی آزاد شدیم. این حالی که آزاد شدیم نه دعاش نه ختم است نه هیچی، همگی از یاد ما رفته. یعنی مومن در دنیا در محبس است، در بندی خانه است. این کوشش میکنه که از این بندی خانه، از این مشقت، از این زحمت، از این فحشا و منکر و شراب و قمار و زنا و لواط و فحشا و منکر آزاد شود. فحشا و منکر که ببینه خونجگر میشه. چرا مردم اینقدر جاهل هستن که در فحشا و منکر مبتلا شدن؟ چرا در غم خدا و آخرت نیستن؟ در غم بهشت و جهنم نیستن؟ در غم حساب و کتاب روز قیامت نیستن؟ اینمی فحشا و منکر که میبینه این خونجگر میشه، این دلتنگ میشه. خدایا مرا زودتر از این بندی خانه آزاد کن.